بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه شما عزیزان. جلسه دیگری از موضوع شعر و ادبیات رو خدمت شما هستیم و اولین جلسه از موضوع قالب ها رو خدمت شما تقدیم میکنیم. به حضورتون عرض کنم یک تعریف کوتاهی در مورد قالب ها خدمت شما داشته باشم و بعد انشالله خدمت عزیزان خواهیم بود با موضوع شناخت بعضی از قالب هایی که در خدمتون توضیح خواهیم داد. به حضورتون عرض کنم که این که شعری که در مقابل شما قرار داره از چه نوعیه، یعنی غزل، قصیده است، ترکیب بنده، ترجیب بنده و امثال هم، اینا رو بهشون میگن قالب های شعری. اما ما چجور باید قالب های شعری رو بشناسیم اولا و دوما هر قالبی دارای چه موسیقی درونی هست و در کنارش به حضورتون عرض کنم که با توجه به موسیقی درونی، تعداد ابیات، شکل سرایش، چه استفاده و کاربردی در موضوع مداحی دارن. خب اولا این که باید قالب ها رو شناخت. قالب ها چند تا نکته در موردشون مهم هست. مهمترین نکته اینه که شکل قافیه گذاری در قالب شعری به چه شکله، یعنی چطوری قافیه گذاشته شده. دوتا قافیه داره، یه دونه فرد قافیه داره، مابقی مصرع‌های زوج قافیه داره، 5 تا قافیه داره، 4 تا قافیه داره. این اولین نکته هست که تو موضوع شناخت قالب ها مهمه. پس باید اولین کاری که میکنیم به قافیه ها نگاه بکنیم. مسئله بعدی در مورد قالب ها به حضور شما عرض کنم که تعداد ابیات هست. تعداد ابیات چند بیته که تعیین کننده است. به حضورتون عرض کنم که مسئله بعدی شیوه قرار گرفتن مصرع‌ها کنار هم هست که شکل قالب رو برای ما مشخص میکنه. پس این چند نکته رو در ذهن مبارکتون داشته باشید در شناخت قالب ها تا بریم سراغ قالب های شعری که باید در موردشون صحبت بکنیم. اولین قالب شعری که در موردش میخوام صحبت بکنم غزل هست. غزل به معنای زیباست در زبان عربی. در زبان ترکی به معنای زیباست که از واژه گزل گرفته شده. گزل یعنی زیبا، در عربی یعنی مستعرب که شده، چون در عربی ما قاف نداریم، به قاف به غین تبدیل شده و شده غزل. در بین قالب های شعری یکی از زیباترین قالب هاست. خیلی سرایشش در بین شاعرها اتفاق افتاده. ممکنه شاعر پیدا بکنید که مثلا رباعی یا دو بیتی نداشته باشه یا مثلا بحر طویل نداشته باشه، اما کمتر شاعری پیدا میشه که از این قالب استفاده نکرده باشه، یعنی غزل ننوشته باشه. به حضورتون عرض کنم که همینطور که دوستان در تصویر سمت راست من به شما نشون میدن، قالب غزل شکل قافیه گذاریش به این شکله که اولین مصرع از سمت راست و مصرع‌های سمت چپ با هم قافیه هستن. اولین مصرع سمت راست و مصرع‌های سمت چپ، همونجوری که می‌بینید ستاره گذاشته شده، شکل غزل رو نشون میده. یعنی فقط مصرع اول و مصرع‌های زوج قافیه دارن. خب به حضورتون عرض کنم که نمونه‌های مختلفی در این موضوع وجود داره. دوستان خودشون میتونن برن ببینن نمونه‌های قالب شعری رو، این قالب شعری رو یعنی غزل رو. به صورت نمونه من مثلا
این شعر معروف رو خدمتون 2 بیتش رو عرض بکنم، خودتون برید و ببینید و به حضورتون عرض کنم که شکل کار رو متوجه میشید. هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم به غیر حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. همونجوری ببینید به جز مصرع اول که ردیف و قافیه داشت، مصرع‌های سمت چپ فقط قافیه دارن. گرت هواست که معشوق نگسلد پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. خب موسیقی درونی غزل عاطفی و عرفانی هست و به حضورتون عرض کنم که یکی از خصوصیت‌های دیگه غزل اینه که تعداد ابیاتش بین 5 تا 15 بیته، که البته در شاعرای معاصر غزل‌های 3 بیتی و 4 بیتی هم داریم، اما عموماً به این شکله که بین 5 تا 15 بیت سروده میشه. همونطور که عرض کردم، چون غزل دارای درون مایه عرفانی و عاطفی هست و تعداد ابیاتش هم کم هست، حدوداً 15 بیت، که حالا 15 بیت عموما نوشته نمیشه، عموما 10 بیت 12 بیت بیشتر نوشته نمیشه. به حضورتون عرض کنم که این قالب بیشتر در مجالسی استفاده میشه که اولا بیشتر فضای عاطفه و عرفان هست. فضای عاطفه که میشه مرثیه، یعنی روزه خواندن. فضای عرفانی هم که خب مناجات خوانی هست. یک این نکته هست و نکته دوم این که شما در فضاهایی که محزون هستید و قرار هست تم حزن و گریه و بکا داشته باشه، سرعت شما کم میشه، یعنی ریتم صحبت شدن شما، صحبت کردنتون کند میشه و ارتفاع صداتون هم میاد پایین. وقتی ریتم صحبت کردن کند میشه، مصرف شعر شما پایین میاد، چون شما ممکنه مثلا در هر 5 ثانیه یه دونه مصرع بیشتر نخونید. فلذا این نکات رو کنار هم بذاریم، متوجه میشیم که در مجالس مناجات خوانی و در مجالس مرثیه خوانی بیشتر از قالب غزل استفاده میشه، چون غزل هم درون مایه عرفانی و عاطفی داره و هم تعداد ابیاتش کم هست. خب اما این از قالب غزل. قالب دومی که خدمت شما باید عرض بکنم قصیده است. قصیده به معنای قصد کرده است یا قصد شده. قصیده تمام خصوصیات غزل رو داره. همونطور که عرض کردم خدمتتون در مورد غزل، قصیده تمام خصوصیت‌های غزل رو داره. تنها تفاوتی که با غزل داره اینه که تعداد ابیاتش بیش از 15 بیته. تعداد ابیات بیش از 15 بیته و چون تعداد ابیات زیاده، عملاً در موضوع مرثیه خوانی و مناجات استفاده نمیشه. بیشتر در موضوع پند استفاده میشه و در موضوع به حضورتون عرض کنم که مولودی. بیشتر پند و مولودی استفاده میشه. دلیلش اینه که تعداد ابیاتش زیاد هست و ما در مولودی مصرف شعرمون بالا میره. چرا؟ چون وقتی ما شاد هستیم سرعت کلاممون تنده و ممکنه در نواخت مثلا هر 2 ثانیه یک بیت رو، هر 2 ثانیه یک مصرع رو بخونیم و مصرف شعرمون بالا میره. ضمن که ما توی جلسه مرثیه خوانی و مناجات غیر از شعر باید روزه هم بخونیم، گاهی دعا هم بخونیم، زمزمه هم بخونیم، سینه زنی هم بکنیم. زمان نداریم اینقدر که شعر بخونیم، اما توی جلسات مولودی ما فقط شعر داریم و سرود. پس مصرف شعر بالا هست، باید از قالب‌های استفاده بکنیم که تعداد ابیاتش بیشتر هست. خصوصیت قصیده پس بیشتر بودن ابیاتش از غزل هست. اما
قالب بعدی یعنی قالب سوم رو خدمت شما عرض بکنم. قالب سوم قطعه هست. قطعه همینطور که عزیزان در تصویر سمت راست من دارم به شما نشون میدم، قطعه همون غزله، با این تفاوت که به حضورتون عرض کنم که بیت مطلعش یعنی بیت اول مثل غزل هر دو تا مصرعش قافیه نداره، یعنی فقط سمت چپ قافیه میبینید شما به ستاره ها اگر دقت بکنید فقط سمت چپ قافیه میبینید، سمت راست قافیه نداره. تعداد ابیات، محل استفاده، نوع استفاده عموما با غزل یکیه، فقط قطعه در پند هم استفاده میشه، یعنی در پند هم استفاده میکنن. نکته ای که وجود داره اینه که من توی موضوع قصیده یادم رفت که خدمتتون یه شعر معرفی بکنم. این هم 2 بیت از یک قصیده رو براتون میخونم، شما برید مابقی از قصیده رو ببینید تا متوجه بشید که منظور حقیر از شکل قصیده چی هست. اینجوری شروع میشه که خانه های آن کسانی میخورد در بیشتر، که به سائل میدهند از هرچه بهتر بیشتر. گاهی که به دربار کریمی میروم، راه میپویم نه با پا بلکه با سر بیشتر. اینم از قصیده که دوستان ادامهشو ببینن و چک بکنن که تعداد ابیات حدوداً این قصیده فکر میکنم حدود 17 یا 18 بیته، فکر میکنم 17 بیت باشه. قطعا هم یه مثال بزنم براتون. گلی خوشبوی در حمام، روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. این قطعه را هم دوستان ببینن که در محتوای به حضورتون عرض کنم پند نوشته شده. این قطعه را هم ببینید و خودتون بررسی بکنید قطعات دیگه. حالا چرا بهش میگن قطعه؟ چون مثل یه قطعه میمونه که از وسط غزل، یه تیکه‌ای که از وسط غزل جدا کرده باشن، به این خاطر بهش میگن قطعه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که قطعه داستانش کامله، یعنی از ابتدا که نگاه میکنید متوجه میشید این خط اول شعر دقیقاً ابتدای شعره، از وسط شعری جدا نشده. یعنی هر وقتی شما برید از وسط یه غزل یه تیکه مثلا 5 بیتی 6 بیتی رو در بیارید، تبدیل به قطعه نمیشود. پس این رو هم دقت بکنید. اما بریم سراغ قالب بعدی. قالب بعدی ترجیع بند هست و ترکیب بند. این دو تا قالب رو با هم توضیح میدم خدمتتون. ترجیع بند هست و ترکیب بند. ببینید هر دوتای این عبارات تشکیل شده از یک عبارت اولیه به اضافه بند. ترجیع بند، ترکیب بند. بند یعنی مجموعه غزل ها، مثلا 10 تا غزل، 8 تا غزل، 5 تا غزل، 12 تا غزل، مجموعه غزل ها در کنار هم قرار گرفتن که حالا این مجموعه غزل ها یا ترجیع بند هستن یا ترکیب بند که حالا عرض میکنم. این غزل ها با یک بیت انتهایی، یعنی هر غزل در انتها یک بیت یک بیت انتهایی از هم جدا میشن یا به هم متصل میشن. یک بیت انتهایی، دقت فرمودین؟ این بیت انتهایی مستقله، یعنی قافیه‌اش مستقله و عرضم به حضور شما که به غزل بالا ارتباط نداره، به غزل‌های بعدی ارتباط نداره، مستقل. حالا اگر این بیت در انتهای همه غزل‌ها تکرار شد، اگر این بیت در انتهای همه غزل‌ها تکرار شد، میشه ترجیع بند. ترجیع از ماده رجوع، یعنی بازگشت. بازگشت چی؟ بازگشت همین یک بیت. دقت می‌فرمایید؟ من یه چند بیتی از یک شعر رو براتون میخونم، خودتون برید و ببینید. چشم دل باز کن که جان بینی، آن که نادیدنی است آن بینی. گر به اقلیم عشق روی آری، همه آفاق گلستان بینی. ابتدا این شعر نگاه کنید، در انتها میاد اون بیت تک میشه این که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو. حالا این یک بیت دقت کنید،
میریم سراغ غزل بعدی. در غزل بعدی میگه که یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است، یا اول الابصار شمع جویی و آفتاب بلند، روز روشن ولی تو در شب تار. میاد تا پایینش میگه که پی بری گر به رازشان، دانی که همین است سر آن اسرار، که یکی هست و هیچ نیست جز او وحده لا اله الا هو. دقت فرمودین؟ یعنی دوباره این یک بیت برگشت. در انتهای همه غزل ها این یک بیت برمیگرده. این ترجیح بنده. حالا اگر همین یک بیت مستقل نامکرر بود، یعنی برنگشت، تکرار نشد، یعنی بیت های مستقل نامکرر بود، میشه ترکیب بند. پس اگر تکرار شد، مثل که یکی هست و هیچ نیست جزو، اگر تکرار شد میشه ترجیب بند، اگر تکرار نشد میشه ترکیب بند. خب یه ترکیب بند مثال بزنم. ترکیب بند معروف و محتشم: باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. میاد به این تک بیت آخر که میگه خورشید آسمان و زمین نور مشرقین، پرورده کنار رسول خدا حسین. خب میاد غزل بعدی نگاه کنید: کشتی شکست خورده طوفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. میاد تا آخر میگه آن دم فلک براده، این بیت آخر، آن دم فلک بر آتش غیرت سپند شد، که از خوف خصم در حرم افغان بلند شد. خب تصویر مربوط به ترکیب بند و ترجیب بند رو هم دوستان در حین صحبت حقیر به شما نشون دادم. نکته ای که هست اینه که اون تک بیت ها مستقل هستن به لحاظ قافیه. حالا اگر تکرار شدن میشه ترجیب بند، اگر تکرار نشدن میشه ترکیب بند. در کنارش دقت بکنید غزل ها همینطوری که در تصویر میبینید قافیه هاشون متفاوته، یعنی اینجوری نیست که همه قافیه ها یکی، چون دیگه غزل نمیشه، میشه اگر قافیه ها یکی بشه و ادامه پیدا کنه میشه قصیده. این نکته هم عرض کردم. محل استفاده کجاست؟ خب همونجوری که دقت کردید دیدید من گفتم غزل ها. خب غزل ها محل استفادهشون کجاست؟ میشه مرثیه یا مناجات. یعنی شما گاهی یه ترکیب، مثلا ترکیب بند محتشم رو یه دونه غزلش رو برمی‌دارید میخونید، میگه بسم الله الرحمن الرحیم کشتی شکست خورده طوفان کربلا. اما گفتیم چند تا غزل، یعنی تعداد ابیات، تعداد غزل ها زیاده، پس در مولودی هم میشه استفاده کرد. ترجیب بند و ترکیب بند هر دو کاربرد رو داره، یعنی هم میشه در مولودی استفاده کرد و هم در مرثیه و مناجات. خب تا اینجا درس رو پایان میرسونم. عزیزان تحقیقاتی بکنن، شعرهایی که عرض کردم پیدا بکنن و دقیق بشن. موضوع شعر ادبیات در موضوع قالب ها بسیار بسیار با اهمیت هست. حتما تمرین بکنید، حتما کار انجام بدید. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم. شاد و پیروز و سربلند باشید. یا علی مدد.